سلام. تا حالا به زکات فکر کردید؟ خب، امروز میخوایم یه نگاه کاملا متفاوت به این موضوع بندازیم. از زاویه یه دید دکتر توحید الزهیری توی کتابش زکات راه بازگشت به حقیقت اسلام. ایشون میگه زکات اصلاً اون صدقه ساده‌ای که ما فکر میکنیم نیست. نه، بلکه یه سیستم کامله، یه نقشه راه برای بازسازی کل جامعه. خب، بیایید با هم عمیق بشیم و ببینیم این ایده دقیقاً یعنی چی. خب، توی این بررسی قرار 4 تا موضوع اصلی رو از نگاه نویسنده باز کنیم. اول از همه میریم سراغ ایده اصلیش، یعنی چطور زکات میتونه ما رو به اصل اسلام برگردونه. بعدش میرسیم به یه بحث خیلی جدی، رابطه زکات با دولت و حکومت. سوم دقیقاً میبینیم این پول باید کجاها خرج بشه، یعنی همون 8 مورد معروفی که تعیین شده. و آخر سر هم جمع‌بندی میکنیم که چطور کل این سیستم مثل یه ستون میتونه یه جامعه رو سر پا نگه داره. خب بریم سراغ بخش اول، بازگشت به اسلام. نقطه شروع بحث نویسنده یه ادعای خیلی بزرگه. اون میگه جوامع اسلامی امروز یه جورایی از مسیر اصلیشون فاصله گرفتن. و زکات، البته نه اون زکاتی که ما میشناسیم، بلکه زکات به عنوان یه سیستم کامل، در واقع نقشه راه برای برگشتن به همون اصل و ریشه اسلام. این جمله از الزهیری رو ببینید. این دقیقاً چکیده کل دیدگاهشه. اون میگه زکات یه کار خیر فردی نیست که از سر دلسوزی انجام بشه. خیلی فراتر از این حرفاست. زکات به قول خودش ستون فقرات جامعه اسلامیه. یعنی چی؟ یعنی یه ابزار حکومتی برای سازماندهی اقتصاد و اجتماع. پس دیگه بحثی یه کمک مالی اختیاری نیست. یه چیز کاملا ساختارمنده. خب، همین نکته ما رو مستقیم میرسونه به بخش دوم، زکات و حکومت. اینجا وارد قلب استدلال نویسنده میشیم. اون معتقده که اصلاً نمیشه زکات رو از حکومت جدا کرد. یعنی نقش دولت توی جمع‌آوری و توزیع زکات یه نقش کلیدی و حیاتیه. خب، وقتی میگیم دولت یا حاکمیت سیاسی، منظور نویسنده دقیقاً چیه؟ اون دولت اسلامی رو اینطوری تعریف میکنه: یه نهاد که وظیفش اجرای قوانین الهی و مدیریت جامعه است تا عدالت و رفاه رو برای همه تضمین کنه. خب، با این تعریف دیگه کاملا مشخص میشه که چرا از نظر اون زکات باید دست همین نهاد باشه. پس نکته کلیدی همینه. از دیدگاه الزهری پرداخت زکات یه انتخاب شخصی و دل بخواهی نیست. نه، یه وظیفه اصلی و تعریف شده برای حکومته. یه تعهد سازمانیه که باید توسط دولت اجرا و نظارت بشه. این تفاوت، یعنی تفاوت بین یه کار شخصی و یه وظیفه دولتی، اساس کل بحثه. خب بریم سراغ بخش سوم و ببینیم این سیستم چطوری کار میکنه. یعنی این پولی که جمع میشه دقیقاً باید کجا بره. اینجا دیگه وارد جزئیات اجرایی نظریه الزهیری میشیم. یعنی همون کانال‌های مشخص و هشتگانه‌ای که توی قرآن برای خرج کردن زکات تعیین شده. دقت کنید، قرآن دقیقاً 8 تا کانال رو مشخص کرده، نه 7 تا، نه 9 تا. دقیقاً 8 تا. این دقت و این ساختار خیلی مهمه. به ما نشون میده که این یه توصیه اخلاقی کلی نیست، بلکه یه طرح کاملاً مهندسی شده برای توزیع ثروت توی جامعه است. این 8 گروه اینها هستن: فقرا و مساکین، یعنی اونهایی که نیاز مالی دارن. بعد مامورای خود سیستم زکات، گروهی برای جلب حمایت و تحکیم ایمان، یه بخش برای آزاد کردن اسیرها، گروهی برای کمک به بدهکارها، یه بخش کلی برای کارهای عامل منفعه و در آخر کمک به مسافرای در راه مونده. خب بیایید یکی یکی اینها رو باز کنیم. از فقرا شروع می‌کنیم. اول از همه فقرا. تعریفشون ساده است. اینها کسانی هستند که هیچ منبع درآمد یا وسیله‌ای برای زندگی ندارن. یعنی واقعاً دستشون خالیه. گروه دوم، مساکین. اینجا یه تفاوت خیلی ظریف ولی مهم با فقرا وجود داره. مساکین یه درآمدی دارن ولی اونقدر نیست که کفاف نیازهای اولیه‌شون رو بده. ببینید چقدر با دقت دسته‌بندی شده. این خودش عمق سیستم رو نشون میده. و اما گروه سوم که خیلی جالبه، خود کارمندهای دولته که مسئول جمع‌آوری و توزیع زکات هستن. حقوق این افراد از همین محل پرداخت میشه.
این مورد به تنهایی استدلال زهیری رو در مورد نقش محوری حکومت حسابی تقویت میکنه، چون نشون میده سیستم برای اداره خودش هم بودجه در نظر گرفته. دسته چهارم برای اهداف اجتماعی و سیاسیه. اینجا زکات برای جلب قلب‌ها و حمایت‌ها به سمت اسلام یا جامعه اسلامی استفاده میشه، یا برای اینکه ایمان کسایی که تازه مسلمون شدن رو قوی‌تر کنه. در واقع این یه جور سرمایه‌گذاری استراتژیک روی بافت اجتماعی و انسانی جامعه است. کانال پنجم مستقیما به آزادی و کرامت انسانی ربط داره. این بخش از پول زکات برای آزاد کردن برده‌ها یا زندانی‌های جنگی صرف میشه. یعنی یه هدف کاملا مشخص در جهت آزادی انسان‌ها. گروه ششم بدهکاران هستند. در واقع سیستم زکات یه جور شبکه امنیت اجتماعی برای آدماست. به کسایی که زیر بار بدهی‌های سنگین موندن و نمیتونن پرداختش کنن کمک میکنه تا دوباره روی پای خودشون بایستن. مورد هفتم فی سبیل الله یا در راه خداست. این یه بخش خیلی گسترده است که شامل هر کار خیری میشه که به نفع عموم جامعه باشه. مثلا ساختن مدرسه، بیمارستان، جاده یا هر پروژه زیربنایی دیگه‌ای. اما نکته فوق‌العاده مهم از نظر الزهیری اینه که تشخیص این که چی در راه خدا محسوب میشه و اولویت با کدوم پروژه است دقیقاً با حکومته. و بالاخره هشتمین و آخرین گروه ابن سبیل یا در راه ماندگان هستند. این سیستم حتی به فکر مسافرها هم بوده. کسایی که توی سفر به هر دلیلی پول و امکاناتشون رو از دست دادن و گیر افتادن، از این طریق بهشون کمک میشه. خب بریم سراغ بخش آخر، ستونی برای جامعه. تا الان ساختار و نحوه توزیع رو دیدیم، اما سوال اصلی اینه اگه این سیستم دقیقاً همونطور که الزهیری میگه پیاده بشه، نتیجهش برای جامعه چی خواهد بود؟ چه تأثیر بزرگی میتونه داشته باشه؟ برای اینکه حرف نویسنده رو بهتر بفهمیم، این مقایسه رو ببینید. یه طرف ماجرا صدقه داوطلبانه است، یه کار فردی، اختیاری و خب طبیعتاً با دامنه محدود. اما طرف دیگه نظام زکاته، یه سیستم که دولت مدیریتش میکنه، اجباریه و هدفش ساختن یه ساختار اجتماعی کامله. تفاوت از زمین تا آسمانه. این همون نکته بنیادینه. خب تأثیر نهایی چنین سیستمی از دید الزهیری چیه؟ اون معتقده این سیستم دیگه فقر رو مدیریت نمیکنه، بلکه ریشه‌کن میکنه. باعث میشه ثروت توی جامعه بچرخه و یه جا جمع نشه. بودجه دولت برای خدمات رفاهی رو تأمین میکنه. پیوندهای بین مردم رو قوی‌تر و جامعه رو منسجم‌تر میکنه و مهمتر از همه فرمان خدا برای ساختن یه جامعه عادلانه رو عملی میکنه. و فکر میکنم بهترین جمع‌بندی رو خود الزهیری تو این جمله کرده. اون میگه دولت اسلامی با زکات فقط به چند نفر کمک نمیکنه. نه، داره یه زیربنای محکم از عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی رو میسازه که از دل خود ایمان بیرون میاد. یعنی بحث ساختنه، نه صرفاً کمک کردن. و حالا این بررسی ما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. با همه این حرفایی که از الزهیری شنیدیم، به نظر شما زکات واقعاً چیه؟ یه وظیفه معنوی و شخصی برای هر فرد یا یه طرح و نقشه جامع برای اداره کل یک حکومت و ساختن جامعه؟ این سوالیه که میخوایم شما رو باهاش به فکر فرو ببریم.